دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک هم به 10 سال زندان محکوم و هم جریمه شد. وکالت پروکورور در تاجیکستان بیشتر از وکالت سود شد. دلنی وستاک از آسیای میانه 34,000 نفر مهاجران مهنتی را قبول کردن است. کنفرانسی بین المللی مقابله با تروریسم در دوشنبه. دلیر امامعلی روزنامه‌نگاری تاجیک را هم به 10 سال زندان محکوم و هم جریمه کردند. حجم جریمه فعلا معلوم نیست. هرچند این حکم دیروز در بازداشتگاه موقتی دوشنبه صادر شده است، امروز رسانه‌ای شد. قبلا دادستان یا ایبدار کننده دولتی برای دلیر امامعلی 10 سال و 6 ماه زندان طلب کرده بود. دلیر امامعلی روز 15 ایون امسال بازداشت و به صاحبکاری غیرقانونی، رساندن خبری بر دروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع متهم شده بود. مرافع سودی دلیر امامعلی پس درهای بسته برگزار شد و روزنامه‌نگاران را به آن راه ندادند. معلوم نیست که دلیر امامعلی در دادگاه چی گفته است. وکالت پروکورورانی تاجیکستان برای اعتراض آوردن به حکم، فرمان، حلنامه، تعیینات و قرار سود که اعتبار قانونی پیدا کرده‌اند وسیع کرده شد. توضیح این را بحرالدین ضیایی، عضو کمیته مجلس نمایندگان آید به قانونگذاری و حقوق انسان در نشریه پارلمانی صدای مردم آورده است. به گفته ضیایی، بر اساس تغییرات به قانون درباره پروکوراتوری تاجیکستان که اخیراً قبول شد، دادستان‌های کشور از صلاحیت‌های جدید برخوردار شدند. از جمله به معاون یکم و معاونان پروکورور گنرالی تاجیکستان صلاحیت اعتراض آوردن نسبت حکم، فرمان، حلنامه، تعیینات و قرار همه سودها به استثنای قرارهای ریاست‌های سود عالی و سود عالی اقتصادی جمهوری داده شده است. همچنین پروکورور ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌ها شهر دوشنبه، پروکورور نقلیاتی تاجیکستان، معاون یکم و معاونان آنها نسبت حکم، فرمان، حلنامه، تعیینات و قرار سودهای ولایت و شهر و نواحی می‌توانند اعتراض کنند. در بخش استثنا تنها قرارهای ریاست سودی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌ها و شهر دوشنبه میباشند. در ضمن تاکید شده است که تشبسکار تغییرات مذکور اعضای مجلس ملی رجب‌بای احمدزاده، فرهاد رحیمی، دلشاد رحمان و 2 وکیل مجلس نمایندگان میباشند. وزارت مهنت روسیه از 10 اکتبر سال 2022 مقدار کوتاها را برای واردات مهاجران کاری به بعضی منطقه ها افزایش داد. حوزه فدرالی شرق دور دلنی وستاک اعلان کرده است که تقریباً 34,000 مهاجر کاری قبول می کند. همچنین 7,300 مهاجر می توانند به سیبیر روند. 29,000 مهاجر به اوکروگ فدرالی مرکزی و 6,300 نفر به پاولژ برای کار روند. خباروفسک برای با کار تامین کردن 7,418 مهاجر، پریمور 5,711، سخالین و کریل 164 نفر، ولایت امور برای قبول کردن 16,500 نفر کوتا معین کردند. مقامات ولایت مگدان تصمیم گرفتند که سازمان‌های جمعیتی نمایندگان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان را تأسیس دهند. امروز 18 اکتبر در شهر دوشنبه همایش 2 روزه مقابله با تروریسم و مدیریت سرحد آغاز یافت. به گفته مقامات، کنفرانسی همکاری بین المللی و منطقوی آید به امنیت و مدیریت سرحد جهت مقاومت به تروریسم و پیشگیری از حرکت تروریست ها تا فردا 19 اکتبر ادامه خواهد کرد. در نظر است که نخست رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد سخنرانی کنند. همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، چین، ازبکستان، قزاقستان، قطر و 10 کشور دیگر سخنرانی می‌کنند. مقامات تاجیکستان چند سال است که از خطر تروریسم و افراطگرایی نگرانی دارند. بر سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان نگرانی مقامات را در مسئله تروریسم باز هم بیشتر کرده است.